ذکر استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم معروف به ذکر مشکل گشا. استغفر الله الذی یعنی خدایا مرا ببخش. لا اله الا هو یعنی هیچ معبودی جز خداوند نیست. و الحی القیوم یعنی خداوند همیشه زنده و پاینده است. اگه تونستی هر شب قبل از خواب حتما این ذکر رو بخون. انشاءالله خداوند به حرمت این ذکر مشکل گشا گره از مشکلاتت باز میکنه و انشاءالله خداوند به حرمت این ذکر مشکل گشا همه دعاهات رو اجابت